بسم الله الرحمن الرحیم. برادر بسیاری جناب سالیس، برادر عزیز جناب دانش، اعضای محترم کابینه، تمام خواهرها و برادران، نماینده‌های کشورهای شریک افغانستان، نماینده‌های نهادهای جامعه بین‌المللی، نهادهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، همه هموطنان و همه حاضرین مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماحول ما چیست؟ تجدید هماهنگی و همکاری کامل بین دولت افغانستان و همکاران بین المللی، خاصتا ایالات متحده امریکا. در ماحول قرار داریم که در آینده با اعتماد و با تلاش و به صورت منسجم کار کرده میتونه. امروز دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث نماینده مشروع مردم افغانستان موقف هماهنگی و همکاری خود را به صورت اساسی تثبیت کرد. از این جهت من میخوایم از تمام همکارای بین‌المللی، خاصتا از اداره نو امریکا، از سازمان ناتو، از اتحادیه اروپا، از تمام کشورهایی که در کنفرانس ژنو همراه ما کمک و همکاری کردن، از صمیم قلب تشکر کنم. لیست وسیع است، اما قلب ما همیشه مملو از احترام و از تشکری است. از نماینده خاص فنلند و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و همچنین همکارای ما که زحمات زیاد در کنفرانس ژنو کشیدن، از صمیم قلب ابراز امتنان میکنیم. در ماحول کنونی درک عمیق و تقدیر از قربانی های قوای قهرمان دفاعی و امنیتی افغانستان به سطح بین‌المللی وجود دارد. اراده، ظرفیت، پایمردی از این قوای ما روزانه تقدیر میشه و به احترام نگاشته میشه. این قوا تنها ضامن آزادی افغانستان عزیز نیست، همه درک میکنن که امروز در مبارزه با ترور بین المللی و شبکه‌های جرمی، این قوای امنیتی و دفاعی ما یک نقش کلیدی داره. سر ظرفیتی که ایجاد شده و نوع تعهد از اینا، از همه همکارا ابراز تشکر میکنم. جناب سالیس، از شما خاصتا از زحمات دوامدارتان، همچنین از محب صاحب و همکارای ما و تمام وزرای سکتور مربوطه، اما خاصتا از تمام قوای امنیتی و دفاعی ما که همه رضاکار هستند و همه فرزندای صدیق از مملکت هستند و از خواهرای ما که نقش روزانیشون زیادتر میشه، ابراز تشکر میکنم. همچنین دنیا درک کرده که ما به حیث یک جامعه، به حیث یک ملت و به حیث یک دولت مورد موج حملات خشونت آمیز است. قربانی علمای ما، جامعه مدنی ما، ژورنالیستای ما، شخصیت‌های برازنده علمی، سیاسی و اجتماعی ما امروز موجب همدردی تمام دنیا شد. از همه خواهش میکنم که با پاس قربانی‌های قوای دفاعی امنیتی افغانستان و قربانی‌های ملکی، خاصتا از نهادهای جامعه مدنی ما، یک دقیقه سکوت کنیم.
اجماع ملی ما برای ایجاد صلح پایدار و باعزت امروز به اجماع بین المللی برای دیپلماسی فعال برای ایجاد یک صلح پایدار و دوامدار بدل شد. به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره و ضرورت واضح برای از اینکه فشارهای مثبت همه جانبه بالای طالبان و حامیانشان ایجاد شود باعث یک ضرورت منطقوی و بین المللی احساس شد. خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی یک موافقه همه جانبه میخواد که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه و تثبیت شد و این دایه با حیث یک هدف مطلوب روزانه مورد توجهی زیادتر قرار میگیره. در عین حال موجب خوشنودی است که پروژه های بزرگ منطقوی نه تنها روزانه تطبیق میشه بلکه اجماع برای ایجاد افغانستان به حیث یک چهارراه منطقه روز به روز سرعت میگیره. 16 سال پیش اگر راجع به خط آهن گپ میزدین کل مردم شانهای خود بالا مینداختن میگفتن افغانستان و خط آهن. میبینین یکی بعد دیگه پروژه بزرگ منطقوی در حال ایجاد است و امسال شاهد پیشرفت بسیار سریع انشاءالله تعالی هم تپی و تپ و هم کاسای گذار خود بود. و مهمترین نقطه بر ما به حیث یک کشور که 99.99% مسلمان هستیم اجماع علمای دنیای اسلام راجع به عدم مشروعیت جنگ، ترور، خودکشی، انفجار و انتحار است. جناب استاد از شما و همه علمای کرام که در این بخش سهم کردن، از جناب علی میسه با همکارایشان و تمام علمای کرام ما که به حقانیت ما را ثابت کردن و بزرگترین علمای دنیای اسلام قناعت دادن، ابراز تشکر میکنم. دی ما حول که همیشه مقتضی پختنه ایم آیا موږ یوازینی مملکت یو په دنیا کې چې بربادیم لیدلې، تباهیم لیدلې، وژنم لیدلې، یا دا نور ممالک هم دا تجربه لیدلې؟ له هغه دپاره زه غواړم ډېر زر څه ارقام در سره شریک کړم. جاپان په 1945 کال کې 800,000 نفره ملکی تلفات ورکړل. 100,000 د دې په یوې شپې کې وو. کوریا 4 میلیونه مړی ورکړل. 80% د دوی زیربنا د 45 او 52 کال منځ کې له منځه لاړل. 10 میلیونه نفره بی‌ځایه شول. چین شاید په شلم پیړۍ کې په اولو شپېته لسیزو د شلمې پیړۍ کې چین تر 100 میلیونه نفره ملکیان له لاسه ورکړي. 40 میلیونه نفره یوازې له لوږې نه د 1958 او شپږاویم کالو منځ کې ځان ورکړ. او چین کې فقر عام. اندونزیا سفیر صاحب کېناستلی د ازادۍ په جګړې کې اندونزیا 200,000 نفره شهیدان ورکړ او بیا د داخلي تحکیم په پروسه کې 15,000 نفر نور قربانیان ورکړ. ویتنام
3.4 میلیون ویتنامیان ولسول او لدی جمله نه 2 میلیون ملکیو. یو ډیر ښه کتاب لیکل سوی چې تېرې هفتې کې مو ولوستی، ما یو ملګری ده له جنوبي افریقې نه، ولې شرقي آسیا نن د نړۍ په لویترین اقتصاد باندې بدل سوی. چین، هند، ویتنام، کوریا، هر یو د دوی وګورئ، سنگاپور، اندونیزیا، جاپان دا 15% دی. لومړی مشرتابه او تمرکز د بنسټونو په جوړولو باندې. تا نهادها مورد توجه رهبریت قرار نگیره، رهبریت فردی به نتیجه است. رهبریت سلیقه‌ای بودن نمیتونه، باید متمرکز باشه برای ایجاد نهادهایی که پایدار است. دوم، قابلیت موفقیت بر گذشته. کشورهایی که در گذشته زندگی میکنن و میخواین گذشته را به صورت دوامدار بحث کنن، آینده را از خود بیگانه میسازن. باید یک حس واضح انتخاب بین آینده و گذشته وجود داشته باشه. اگر بپیچین در گذشته، و اینا کشورهای تاریخی مثل ما وارستن که هزارها سال تاریخ درخشان دارن، اما در عین حال فجایع دارن. تمرکز سر وحدت کردن، نه سر فجایع خود. درس سومشان تمرکز بنیادی بالای اصول است. یک اقتصاد متحرک چطور ایجاد میشه؟ یک بازار متحرک چطور؟ یک دولت قوی چطور جهت میگیره؟ اراده سیاسی چی رقم انسجام داده میشه؟ به صورت اساسی اصول بنیادی مورد توجه قرار میگیره. چیزی که ثابت شده، اراده ملی راه حل مشکلات است. وقتی یک کشور واقعا کمر بسته کنه که میخواه زندگی خود تغییر بده طبق آیه قرآنی، موفق میشه. اما اصول بنیادی باید مطرح باشه و سلیقه‌ای نباشه. و میارش چیست؟ وقتی که وزیر بدل میشه، رئیس جمهور بدل میشه، تداوم وجود داشته میباشه، برنامه تداوم داشته میباشه. مالزیا 10مین برنامه 5 ساله خود به صورت دوامدار برای اهداف داره که 50 سال پیش مطرح کرده. نقطه چهارم نه تنها ساختن است، زیربنا نقشی کلیدی داره، انسجام استفاده مؤثر است. این کشورها یاد گرفتن که از هر دلار، از هر قران، از هر افغانی خود چی رقم استفاده کنن. ضایعات خود به حداقل رساندن. از تجمل خودداری کردن، حوصله داشتن و تمرکز داشتن. و پنجم، پذیرش تغییر و تحول باعث یک اصل بوده. وقتی که ماحول اولیه خود تغییر دادن، پس دوباره فکر کردن، پیش رفتن به صورت متداوم. سر دستاوردهای خود مغرور نبودن، کنال رسیدیم، بس است. بنابراین ضرورت واضح بر ماییز، ما تجربه هیچ کشوره به صورت فردی تکرار کردن نمیدیم، اما باید ظرفیت ازیر داشته باشیم که با شناخت عمیقی که از جامعه خود داریم در سایدگار انطباق بدیم. ترجمه فعال بکار است. ترجمه ایره کلمه ترجمه تطبیقی میگه. دلیلی که خدمتتان میگم از خاطر عزیز که نسل نو افغان که سرشان افتخار میکنیم تجارب بسیار متفاوت داره، در کشورهای مختلف تحصیل کردن. فکر میکنن که همون کشوری که از او آمدن راه حل مشکل ماست. نیست. ضرورت یک بحث ملی عمیق با ریشه های عمیق تاریخی خود ماست که نکات را که ترجیح میتیم باید نتیجه یک گفتمان ملی و یک بحث آزاد باشه. تعهدات ما چیست؟
از جناب فضلی صاحب جناب پاینده صاحب تشکر میکنم و مخصوصا از برادرای ما دوماون که در ایجاد کنفرانس جنیوا نقش بسیار کلیدی رهبری و همکارا را از پیشون تشکر میکنم. تعهدات ما بسیار ساده است خواهرها و برادر. عمده ترین تعهدات ما تطبیق ارزش‌های قانون اساسی افغانستان است. تمام اصول را که همراه دنیا قبول کردین طرفش غور کنید. کدام چیزی بیرونی سر ما تحمیل نشده. خواسته دنیا از ما است که ارزش‌هایی را که در قانون اساسی ما گنجانیده شده تطبیق کنیم. آیا توجه به نقش زنای افغانستان فرمایش قانون اساسی است یا فرمایش بین‌المللی؟ آیا مبارزه با فساد فرمایش مشخص قانون اساسی افغانستان است یا کدام تحمیلی بین‌المللی؟ از این جهت این بحث باید به این نره که شرایط سر ما تحمیل شده. در حقیقت این سند یکی از بهترین سندهای نوع همکاری برای تحکیم حاکمیت ملی در کشور است. ما تعهد میکنیم که قانون اساسی خود تطبیق میکنیم و چیزی که همه ما و شما را گرده هم جمع میره وثیقه ملی ما قانون اساسی ماست. مالکیت، طرح، تطبیق و نظارت مطلق به دولت افغانستان گذاشته شد. با وضاحت جمله را باز تکرار کن. مالکیت، طرح، تطبیق و نظارت وظیفه دولت افغانستان است. بنابراین نقش رهبری یا نقش کلیدی تا کس نگرفته از پیش. سوم، استفاده از تجارب معیارایی که تعیین شده به اساس بررسی از تجارب مثبت و منفی بین‌المللی ایجاد شد. عرضم خدمت همه هموطنان چیز اداره به یک علم بدل شده در 20 سال. اداره عامه دیگه سلیقه نیست. اداره عامه تعلق به ماستری و دکتری نداره، یک علم واضح تطبیق است. علم طرح است، علم تطبیق است، اما از همه که زیادتر علم تعهد است. یک مقوله عام شده: چیزی که قابل پیمایش نباشه قابل تطبیق نیست. اگر قابل پیمایش نیست حرف است و در حرف از ما که در کس معلوم دار در دنیا تکرارتر نیست. اگر به حرف می بود امروز 50 بار نه 50 میلیون بار به آسمان می رسیدیم. نقطه در ایست که قابل پیمایش باید باشه، معیارها باید مشخص باشه. از اونو جهت ما و همکارای بین‌المللی ما سر معیارهای بسیار مشخص آمدیم که نه تنها هدف چیست، شاخصهای تطبیق چیست. این قابل پیمایش است. بنابراین وظیفه با همکارانشون، منصبات، تمام رئیسات و هر فرد ما ایست که نمی شیوه را به صورت اساسی درک کنیم و قابل تطبیق بسازیم. نقطه دیگه ما ایست که ما واقعا باید از جامعه بین‌المللی ممنون باشیم. در شرایط کووید قربانی همکارای امریکایی ما با 500,000 نزدیک شده و هنوز ختم نیست با وجودی که واکسین آمده. در این شرایطی که اقتصاد دنیا سخت صدمه دیده و حداقل 120 کشور دیگه با ما رقابت میکردن، تعهد از اینا نشانه علاقه عمیق به افغانستان و درک قربانی‌های مردم افغانستان و آرزوی مثبت برای آینده مردم افغانستان است. اما کار ما چیست؟ درک و تجهیز تمام منابع ملی. کلانترین چیزی که ما به دنیا نشان داده میتونیم ایست که اراده درک منابع خود و انسجام از این منابع و استفاده مشروع و معقول از این منابع داره. افغانستان فضل خداوند
دارایی ها سرمایه های بسیار بزرگ طبیعی، مالی، اجتماعی و بشری داره. شیوه استفاده از این نقطه کلیدی است. از او جهت رهبری و مدیریت قابل پیمایش میشه. هر نهاد از ولسوالی و قرار گرفته تا ریاست جمهوری باید کارش قابل پیمایش باشه، قابل بررسی باشه. همه ما و شما باید یک تعهد واضح داشته باشیم که در داخل یک گفتمان ملی میاییم که معصریت، شفافیت و استعمال معصر منابع سرش فکر کنیم. بدون از این تعهد ما برآمده نمیتونیم. از این جهت استعمال پول، جناب پایین دست شما حضورتان نمایندگی عزیز که رهبری دولت افغانستان اراده واضح و مشخص داره که وزارت مالی ما مطلق یک وزارت تکنیکی، مسلکی و عاری از سیاست‌های کوچک باشه. بنابراین انسجام کمک‌های بین‌المللی وظیفه کلیدی وزارت مالی است. همچنین ترتیب بودجه سر از این پس می. کیفیت، قیمت، موثریت و نتیجه. خواهرها برادر، فهرست را که هیئت ما از نقاط هیئت مذاکره ما جناب نادری سه بزرگ دارن دیگه ابکار تهیه کردن، یکی از عمده‌ترین نقاط ضعف جمهوریت فساد دانست و ما از پیشان تشکر میکنم که به می وضاحت نقاط ضعف تشریح کرد. مسئله فساد مسئله سلیقه نیست. ما خود اگر کاندید بوده نمیدونم. ملت افغانستان فاسد نیست. یک اقلیتی که به فساد گرفتار است باید اجازه از این داده نشه که آینده یک ملت تباه کنه. فساد دزدی دارایی عامه نیست. فساد دزدی آینده نسل‌های افغانستان است. بنابراین فساد قابل تحمل نیست. هم از نگاه سیستم سازی و هم از نگاه تعقیب عدلی و قضایی ما با قوت رفتار میکنیم. جرایم سنگین مجهز شده، مرکز عدلی و قضایی به صورت بنیادی اسلام میشه، څارنوالی به صورت بنیادی اسلام میشه. این انتخاب نیست، این واجبه دینی است. کسی که رشوت میده و کسی که رشوت میگیره از نگاه آیات قرآنی محکوم هستن، نیست. دین داریم که فساد تحمل نمیکنه. بنابراین ارزش‌های ما باید واضح باشه. نقطه کلیدی کنفرانس امروز و من تشکر میکنم یک چیز است: تطبیق تطبیق تطبیق. حرف زیاد زدیم، طرح زیاد دادیم، میدان عمل است. دا گز و دا میدان هم گز تا هم میدان هر یو هم دیر لوی میدان لري او گزونه دی ولس په لاس کې دي. خپله یوازې نه سنجوي، ولس سنجوي او ولس کې او موږ د ولس ښه والی دا ده چې ډېر عادلانه قضاوت لري او ولس د افغانستان مسؤلیت غواړي. ولس د افغانستان کار غواړي. ولس د افغانستان نتایج غواړي و یو بوم مدیریت که وای مالچر می را تا مدیریت که ورشم وای مکتب را که روغتیا می جوړه که د ولس د افغانستان تقاضاګانې ټول مشروع دي. اوس موږ باید ملا وتړو چې څنګه یې تطبیق کوو. در اینجا نقطه اول بودجه است. 18 سال پیش بودجه یک دیسیپلین نبود. یک راهنمود اصول کاری بودجه در روی زمین وجود نبود وقتی که ما وزیر مالی افغانستان بود. اما در 16 سال گذشته بودجه به یک دیسیپلین واضح تبدیل شده. اینی
بجت ترانسپرنسی تولکیت نام داره. اصول واضح یک بودجه شفاف در اینجا گنجانیده شد. ما امروز در یک بخش حکومتداری ضرورت به اختراع موتر نیستیم. انجن موجود داره، طریقه موجود داره، تطبیق بکار است. بنابراین جناب پاینده صاحب بودجه سازی آینده سال آینده افغانستان به صورت مشورتی، به صورت شفاف با این اصول صورت میگیره. بودجه تان در گذشته بدبختانه از نگاه نهادهای بین‌المللی به درجه نزدیک به مشروطی بوده. امسال باید یک تغییر فاحش در بودجه سازی ببینیم و ما از همینجا اعلان میکنم که حمایت کامل ما را بر ازی دارم. خوبی داییست که سیستم پرداخت ما و از آقای رئیس بانک مرکزی تشکر میکنیم. سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده. در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. یک تغییر عظیم بنابراین شکل جناب نادری صاحب خواستن شکل تشکیلات مالی و اداری ما به صورت اساسی باید تغییر کنیم. بعد از این کاغذ ما روش نمیخوایم ببینیم در معاملات و سیستم در حال ایجاد است. تقویه ازی و جناب پاینده صاحب سیستم افمس وصل میکنن با سیستم بانک مرکزی. آله هر کسی که امرای دولت سر و کار داره میتونه از هر بانک تادیات خود اجرا کنه، از هر شعبه بانک و انشالله تعالی به زودی ممکنه در ظرف 2 روز از هر دکان خواهد سیستم. همچنین تذکره برقی به شدت در حال توزیع، روزانه 25,000 تذکره توزیع میشه. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ما است که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشه. این یکی از کلانترین نوع شیوه مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی میاد. موضوع دوم برنامه ملی ماست. برنامه ملی معیار شمی است که باید ملی باشه. عنوان ملی را یک برنامه داشته نمی باشه تا افغانستان شمول نباشه. و 2 نکته کلیدی است. یکی توزیع عادلانه منابع، دوم انکشاف متوازن. همه مردم افغانستان مساوی است و انکشاف متوازن معنیش است که فقیرترین ولایت افغانستان باید در محراق توجه ما قرار بگیره و خوشبختی ده است که فقیرترین ولایت افغانستان خوشبختانه زیادترین ثروت‌های طبیعی افغانستان داره. کلید وحدت ملی ما در انکشاف متوازن و انکشاف عادلانه است. بودجه باید وسیله ازی شود و بودجه باید مطلق شفاف باشه و برنامه ملی را من شخصا امرای هر کار میکنم. برنامه ملی بین الوزارتی است. ما 34 برنامه ملی داشته نمیدونم. اگر 8 برنامه ملی را به صورت اساسی امسال ما انسجام بدیم یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود و میتونیم بارها طور مثال پروگرام 2 میثاق شهروندی و میثاق امنیتی در کل جای وجود داره. حالا بستر 2 و 3 و 4 بر از اینا ما پیدا کردن نمیتونیم که باز هر اداره بیایه اینمی بسترها زمینه کار همه را به وجود میاره. چون اگر هر کس شورای موازی بسازه مردم وقت نداره. فکر میکنن که یک دهقان یا یک باغبان یک زمیندار وقت ازیره داره که در 10 شورا اشتراک کنه. خب باید نتیجهش به صورت واضح باشه. نظارت مردمی کلیدی است. مشروعیت از نظارت مردمی میاد که مردم حس کنن که چیزی را که اینا میخوان ما همه خواستای مردم افغانستان عملی کرده نمیدونیم، اما باید در اولویت بندی امرای مردم کار بسیار اساسی صورت بگیره و یک بحث جامعه صورت بگیره. کدام موانع؟ طور مثال مسئولیت آب. 2 سال کامل داد زدم که خشکسالی آمده نیست
از یک گوشتر شد، از گوش دیگه همکارا گذشت. من خوشسالی آمد. جناب صالحی صاحب مجبور است که به حیث مسئول کل تدابیر خشکسالی رو امسال از ابتدا شروع کن. شفافیت و حسابدهی کلیدی است. کل از این معیارها از خاطر از این مطرح شده که به صورت شفاف ما حساب بدیم، چون مسئولیت و صلاحیت دمی است که حسابدهی شفاف جناب استاد ایجاد شد و مبارزه با فساد همه جانبه است. مسئولیت یک فرد نیست، مسئولیت همه ما به حیث یک دولت است، چون واقعا مشروعیت کلیدی تیم مذاکره ما، مشروعیت ما از نگاه بین‌المللی و مشروعیت ما در مقابل مردم ما در می جهت است. امروز مثلا جامعه مدنی بحث نمی‌کن، اما میخوایم اعلان کنم که ما دعوت میکنیم جامعه مدنی را برای یک بحث سازنده برای تصمیم بالای پالیسی ها، قوانین و مقررات. به صورت خلاص جامعه بین‌المللی در امریکا 26 ساحه فعالیت داره و 16 وظیفه مشخص انجام میده، اما 6 چالش بنیادی داره. چالش‌هایشان چیست؟ تمویل، رقابت، موثریت، تکنولوژی، مشروعیت. و 4 نقش کلیدی دارن که در مابین ازی باید تصمیم بگیرن: نهادهای رضاکارانه، نهادهای مسلکی، فعالیت‌های مدنی یا خدمات تجارتی. تفکیک به کار است، ضرورت واضح است، یک بخش سازنده است، ضرورت عزیز که ما باید بحث بریم. در آخر چند کلمه خدمتتان دارم. لومړی تر ټولو مننه فازی صاحب له تاسو له ټولو همکارانو، جناب پاینده له تاسو له ټولو همکارانو او ټولو وزیر صاحبانو نه، ټولو اداراتو نه، ټولو خویندو ورونو نه چې واقعا نن هم توجه کړې په واضح توګه چې دا معیارونه په یو نقشه باندې بدل سي. دا اصول تطبیق کیدای نسی، ایموک ژمن تطبیق کیدای نسی تر څه موږ ادارې کې تغییر رانو. اوسنی اداري فرهنګ سره زه مخکې له مخکې نه تاسو ته وایم چې دا ژمنې عملي کېږي. باید اصل ومنو، بېځایه مصرفونه باید ودرول سي، ایموک ټولې دستګاهګانې باید مؤثرې سي. غریب مملکت یو، داسې ژوند کوو چې فکر کوو چې د یو منځني اقتصاد خاوند یو او عادتونه د صدقې باندې بدل سوي او فکر کوو دا حق ده. نن 100,000 افغانۍ چاته هیڅ شی نه ښکاري. پاکستان کې 2,000 نفر 100,000 روپۍ معاش لري. ایمو قونسلګرۍ کې په پېښور او کوټې کې 10,000 کلدارو باندې خلک سر ورکوي چې ماته هیڅ کار وکړي. د پیسو ارزښت باید واضح سي. هر چاته چې موږ څو چنده له عادي معاش ورکوو، هماغه څو چنده موږ نه کار غواړو. باید یو واضح ارتباط د معاشو منځ کې او د لاسرسی بین معاش و بین دستاوردا باید یک ارتباط واضح وجود داشته باشه. و جناب پایندست از زحمتتان مخصوصا برای ایجاد پول برای ایجاد معاش معلمین من تشکر میکنم. ضرورت عزیز که صرفه جویی سرتاسری را ما عملی بسازیم. بودجه عادی ما باید کمتر شود، بودجه انکشافی ما باید زیادتر شود و ضرورت واضح است که در اینجا باید تعهد واضح داشته زیادترین استفاده از منابع موجوده. بین‌المللی ټولنه هم زه مننه کوم چې واقعا په همکاری راغلی و بخش داخلی را اداره امور تنظیم میکنه از خاطر از اینکه بتانن یک جهت واضح وجود داشته باشه و حسابدهی به کابینه باشه. اما انسجام کمک‌های خارجی وظیفه وزارت محترم مالیه است که بتانن به صورت دوامدار موثریت پروگرام ها. در اینجا موضوع کلیدی
که جناب سالیس تحلیل بسیار جامع ایجاد کردن، از پیشتون تشکر میکنم. 60% کمک ها رفته خارج دولت، اما چالش از جامعه بین‌المللی نیست، از ماست. بودجه را شفاف بسازین، معصر بسازین، پروگرام های ملی را حسابدهی کنین، پول پس میاد. ایواز از این که انتقاد کنین. انتقاد ها وجود داره، مثبت منفی، اما نقطه کلیدی است که ما چیزی را سرش تمرکز کنیم که مسئولیت ماست. وقتی که بودجه ما، سیستم‌های پرداخت ما، تمام معیارهایی که در این کتاب گنجانیده شده به صورت اساسی عملی شود، ما با سر بلند همراه جامعه بین‌المللی میشینیم میگیم که قدم دیگه چیست. و از این جهت در 6 وزارتی که زیادترین مصرف داره و 6 وزارتی که زیادترین عاید داره، با تغییرات بنیادی را در قدم اول شاید باشه. استعمال پول مشکل بوده. من چند سال در بودجه مداخله نکردم، اما وقتی که ترتیب استعمال پول دیدیم، با مقایسه معیارهای ما باید کشورهای آسیا شرقی باشه که به چی اساس مؤثرترین شیوه استفاده از پول ایجاد کردن و حسابدهیش انشالله میشه. نقطه آخر ما والو ترقم میراث پریږدو. مرګ خو حق ده، ټول تلونکي یو. اوسني او راتلونکي نسلو ته یو قوي دولت، یو متحرک مارکت، یو پایداره او عادلانه سوله او یو واحد ملت. دغه باید موږ میراث او دا لکه چې مخکې ویلې بېل د بنسټو له ایجاد نه نسي راتلی. موږ فردي شهرت نه غواړو، موږ د افغانستان شهرت غواړو. که افغانستان آبادی، که افغانستان آزادی، که خپلواکي، که افغانستان خپل لارې باندې واقعا په تعارف کې اوسي او د آسیا څلور لارې سي، موږ ټول به پکې ځای ولرو او له هغه نه به لویتر افتخار نه وي. ما عرض درته داده چې بیا هم افغانستان ته څلورم چانس لاسته راغلی. دغه خاص شرایط چې منځته راغلي چې دولت د افغانستان ته بینالمللي ټولنه په احترام ګوري او په حیث د یو شریک ګوري او دا مه هېروئ موږ د سرتېرو د قربانۍ مسؤل ده. هغه شی چې دوی په خپل وینې ګټلی دي، موږ باید ویپایلو، وینې ته د ختم ټکی کېدو او انشاءالله تعالی نوي نسلونو ته او خویندو ورونو ته د دې زمینه برابر کړو چې په یو هوسا افغانستان کې ژوند وکړي. مننه. تل دې وي افغانستان. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان.